باورت نمیشه پولدارا چجوری پول مجانی میگیرند. فرض کن دوجلی یه ثروتمنده که مثل ایلان ماسک ساعتی 26 میلیون دلار درآمد داره، اما هیچ مالیاتی نمیده و حتی قانون رو هم دور نزده. آخه چطور ممکنه؟ داستان از این قراره که اون 26 میلیون دلار فقط ارزش سهام شرکتشه که بالا رفته و تا وقتی که سهامش رو نقد نکنه و تو جیبش نره مالیاتی بهش نمیخوره. خب اگه خواست برای دافی آیفون 17 نارنجی بخره چی؟ چجوری از پولاش استفاده میکنه؟ دوجلی برای تامین نیازاش میره بانک و یه وام خیلی بزرگ میگیره. چرا؟ چون قرض و بدهی مالیات نداره. خب دوجلی چجوری پول بانکو پس میده؟ دوباره میره بانک و یه وام بزرگتر میگیره تا باهاش وام قبلی رو پس بده و این کارو برای وام‌های بعدی مدام تکرار میکنه. یعنی تا آخر عمرش همش وام میگیره. بله. تا وقتی هم که بمیره هیچ مالیاتی نمیده. خب اون بانک احمق چرا قبول میکنه؟ مگه دیوونه است؟ نه خیر. بانک سودشو میگیره و راضیه. خب دولت چرا اجازه میده؟ چون خودشون این قانون رو نوشتن. تازه به خاطر اینکه اون فرد سهام زیادی داره، وامی که میگیره با کمترین بهره هست. انگار پول مجانی گرفته. حالا فهمیدی چرا پولدارتر و فقیرتر میشه؟